ما یک فضای به اندازه یک دست رو باید رعایت کنیم. درود بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، از ونکوور زیبا در خدمتون هستیم. 16 برنامه باتون در خدمتون بودیم و الان میخوایم در رابطه با پرایوسی با شما صحبت کنیم. پرایوسی یعنی حریم خصوصی. در کانادا معمولا ما در رابطه با اینکه خونه رو شما چند خریدی، چقدر حقوق میگیری، چند سالته، اینا اصلا سوالاتیه که مربوط به شخص مورد نظر هست و هیچ کس این سوالا رو نباید بکنه. حتی در محیط‌های اجتماعی ما یک فضای به اندازه یک دست رو باید رعایت کنیم با دیگران. وقتی میخوایم صحبت بکنیم خیلی خودمونی نشیم، تاچ نکنیم کسی رو، پشت کسی نزنیم. اینا کاملا مواردیه که مردوده توی فرهنگ کانادا و همین برنامه توی رزومه هم صادقه. موقعی که شما رزومه درست میکنید گذاشتن عکس اصلا غیر معموله، یعنی رزومه‌ای که عکس داشته باشه اصلا نگاه نمیکنه کارفرمای کانادایی. در رابطه با سنت نباید توضیح بدی، شماره پاسپورتت هم نباید بذاری. اینا پرایوسی و مخصوص خود شماست و باید به صورت محرمانه به شما تعلق داشته باشی که در مراجع ذی ربط فقط شما اینا رو ارائه بدید. یادتون باشه با این اطلاعاتی که شما ممکنه شیر بکنید به راحتی اینجا کلاهبرداری میشه و میتونن از این اطلاعات استفاده بکنن و حساب بانکی شما رو حتی خالی بکنن. پس به پرایوسی همدیگه احترام بذاریم و همدیگه رو ساپورت بکنیم تا جامعه بهتری داشته باشیم. خدا یار و نگهدار.